من حتی وقت سرخاروندنم ندارم، انقدر بیزی هستم که نمیدونم چی کار بکنم. از اون طرف فول تایم کار میکنم، بچه دارم، قسط دارم، به هیچ جایی هم نمیتونم برسم. ولی واقعا دوست دارم که یه کاری بکنم. اولین قدم برای این که ما بتونیم در واقع یک مهارت جدید رو یاد بگیریم این هست که به خودمون فضا بدیم. ما انقدر خودمون رو سرمون رو شلوغ کردیم که شدیم مثل این لیوان پر آب. اصلا هیچ جایی نداریم که حتی یک 5 دقیقه هم بهش اضافه بکنیم و بخوایم یک مهارت جدید یاد بگیریم. اولین قدم برای این که شما بتونید یک مهارت جدید یاد بگیرید، درآمدتون رو به مرور زمان افزایش بدید، این هست که برای خودتون یک فضا ایجاد بکنید. حالا توی ویدیوهای بعدی من بیشتر میگم که چطوری میتونید این لیوان رو کم کم سرش رو خالی تر بکنید تا برای خودتون این فضا رو ایجاد بکنید و درآمدتون رو بتونید به مرور زمان افزایش بدید.